یه استاد داشتیم سر دستگاهی اوقات نکات اخلاقی میگفت، از جمله این داستان رو از علامه طباطبایی نقل میکرد. میگفت علامه طباطبایی وقتی ازش سوالی میپرسیدن، خب اگه بلد بود جواب میداد، اگه بلد نبود با صدای بلند میگفت نمیدونم، با صدای بلند، نه زیر لب. بعد این استاد ما به شوخی و خنده بعد از اینکه این قضیه رو گفت البته من هیچ وقت این کارو برای شما نمیکنم، یعنی به شما نمیگم نمیدونم چون شما جنبه ندارید. دوبار که بهتون بگم نمیدونم شروع میکنید این چیه برای ما گذاشتن استاد، اصلا دیگه خلاصه خدا رو بنده نیستید. حکایت مخالفای حضرت آقا همین شده، کافیه یه تواضع از آقا ببینن، همینو تو بوقو چرنا میکنن. چند سال پیش یادتونه یه فیلمی از جلسه انتخاب حضرت آقا به رهبری پخش شد. آقا به عنوان جدی ترین مخالف خودشون تو اون جلسه صحبتایی داشتن. یکی از جملاتشون این بود: باید خون گریست برای اون جامعه که بخواد یه رهبری مثل من داشته باشه. مخالفای آقا همینو برداشتن پخش کردن این طرف اون طرف. ببین کسی که باید خون انسان جریه کنه برای همچین رهبری، عوض این که بیان این تواضع رو و این سلامت نفس که جدی ترین مخالف برای رهبریش خودشه، اینو بیان تمجید بکنن. حالا صرف نظر از مخالفتی که داری، این یک کار رو بیا تمجید بکن، اما میان این رو اینقدر روش فضا سازی میکنن که ما یه تخریب آقا بشه. حالا چند روز پیش حضرت آقا تو دیدار با خانواده شهید سلیمانی یه جمله گفتن شهید سلیمانی و دیگران جمع شده بودن، فرماندهان سپاه. من نشستم رو پله ها و یه صحبت های جذاب و گیرایی براشون انجام دادم. بعد نه یه مقدار این تعریف از خود شد، یه صحبت های جذاب و گیرا، سری آقا این رو اصلاحش کردن و گفتن البته حرف من نبود، خدا به زبانم جاری کردی، خدا بود که داشت حرف میزد. این رو مستمسکه تخریب و تهاجم علیه آقا درست کردن، در حالی که این چیه؟ همونطور که عرض کردم این تواضعه، این در حقیقت یک رفتار توحیدی است. ببینید یه رفتار شیطانی و خودخواهانه‌ای داریم. مثلا به قارون گفتن که زکات مالت رو چرا نمیدی؟ گفت انما اوتیته علی علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم، علم خودم. اما در نگرش توحیدی انسان همه امتیازات، قدرت‌ها و توانایی‌ها رو از جانب خدا میدونه. مثلا تو سوره انفال آیه 17 اومده که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ای پیامبر، این تیری که تو انداختی، این تیری که تو رفتی آموزش دیدی، دقت کردی، نشانه گرفتی، پرتاب کردی و خورد به هدف، اینو تو که انداختی، اینو خدا انداخت. این میشه نگرش توحیدی. در برابر اون نگرش قارونی که میگه خودم، من علم من بود، یا به قول اون آقازاده که میگفت ما ژنمون خوبه، در مقابل اون از خداست. حالا آقا یه کلمه اومده میگه من یه صحبت‌های جذاب و جیرایی انجام دادم، بعد بلافاصله این رو توضیح میده که البته من نبودم، کار خدا بود. خدامونم البته گاهی اوقات از این حرفا، البته بچه مسلمونا، حالا اونایی که به خدا و اینا اعتقاد ندارن اونا کاری نداریم، گاهی اوقات میگیم اینا فکر خدا به ذهنم انداخت، این حرف رو خدا بر زبانم جاری کرد. اما دشمن کارش اینه که نقاط قوت نظام، کشور، رهبر، نقاط قوت ملت ما رو هم جوری روایت بکند و روش فضا سازی بکنه که تبدیلش بکنه در اذهان به شکل نقطه ضعف. حالا اون مشکلاتی که داریم هیچی، حتی نقاط قوتمون هم اینجوری برامون روایت میکنن. از جمله این صفت برجسته توحیدی رهبر انقلاب رو که وقتی میگه من یه صحبت جذابی کردم، این کار من نبود، این کار خدا بود، این گونه در اذهان مردم میخوان القا بکنن که مثلا رهبر خدای نکرده یه همچه ادعاهایی داره. البته به نظرم ارز خود میبرن و زحمت ما هم چندان نمیدارن، یعنی دارن اتفاقا تبلیغ مرام آقا رو میکنن، تبلیغ مکتب توحید رو میکنن. بکنید، اشکال نداره. موفق باشید.